سلام علیکم بیننده گرامی، بفرمایید. سلام علیکم و رحمت الله. علیکم السلام و رحمت الله. آقا محمد بزرگوار بفرمایید. آقا میگم مشتری آخر شب خونش گردن خودشه، ما هم بی‌وقت مزاحم شدیم، شما خسته. الله متعال. خواهش میکنم بفرمایید. آقا میگه بسم الله الرحمن الرحیم. خداوند در آیه 22 انفال میفرمایند که بیگمان بدترین انسان‌ها در پیشگاه الله افراد کرلالی هستند که نمیفهمند. ایشالا که ایشالا بفهمند. خدمت شما از که آقای انصاری جان میگه پرسی که تمنای تو از لعل لبنچی آنجا که عیان است چه حاجت به بیان است. بله. خدمت شما از کنم آقای انصاری اینه که ما تو جامعه گرفتار یه سری مشکلات هستیم به خاطر اینه که از قرآن دور. بله. اگر خودمون رو به قرآن نزدیک کنیم و کلام خدا رو بفهمیم، برسد دیگه نه به صحابه توهین میکنیم نه به پیغمبر توهین میکنیم، بلکه اینا رو چشممون نگه میداریم و سخنان اینا رو چراغ راهه. خدمت شما از کنم ما برای اینکه ما امروز بهتر حضرت عمر رو بشناسیم یه چند از سخنان گوهربار ایشون رو آوردم. یکی از بزرگان در روایت هست میگه اگر من کسی جمله رو به من بیاموزه منو یک عمر بنده خودش کرده. حالا اینجا حضرت عمر میفرمایند که کسی که نماز نخواند دین ندارد. درست. 2 گناه کمتر کنید تا مرگتان آسان شود. 3 زنان نمیتوانند فرزندی چون علی بزایند. پس ببینید که حضرت علی دیدش و حضرت عمر دیدش نسبت به حضرت علی چی بوده. بله. 4 میگه علم بیاموزید قبل از اینکه به سروری قومی نائل شوید. 5 خداوند بر آن کسی رحم نمی کند که او بر دیگران رحم نکند. با توبه کنندگان هم نشینی کنید زیرا قلبشان نرم است. بهترین شما نزد من کسی است که مرا از عیوبم آگاه سازد. اگر صبر و شوش 2 سواری بودند بر هر کدام می نشستم باک و ترسی نداشتم. بار الها مرا با شهادت در راه خودت نایل کردم و مرگم را در شهر پیامبر خودت قرار ده. الله اکبر. ای عمر ابن عاص از کی مردم را به بردگی گرفتی در حالی که آزاد و از مادرانشان متوسط شدند. درست. خداوند به وسیله اسلام شما را عزت بخشید، پس هرگاه عزت را در غیر آن جستجو کنید خار میشوید. این سخنان گوهرباری بود که از حضرت عمر بود. پس ما اول این شخصیت رو بشناسیم بعدا درباره‌اش صحبت کنیم و اینی هم که درباره ایشون تو جامعه بد میگن آیا اصلی به خاطر اینه که این مردم شناخت ندارن. درست. اگر شناختمون رو زیاد کنیم خیلی بود. آیا اصلی من در خاطر یه جمله بگم خاطر عدم شناخت من دیشب اونه یکی از دوستان رفته بودیم به حساب شب نشینی این بنده خدا تلویزیونش رو داده بود بخش عربی داشت فوتبال نگاه میکرد. درست. بعد همینجوری مادر بزرگش و اینا همه نشسته بودن. این گزارشگر عربی هر جمله‌ای که داشت گزارش میکرد به زبان عربی مادر بزرگ این همش میگفت آمین. یعنی بنده خدا فکر کنید داره دعا میکنه. یه ذره واقعا میگم ما شناختمون رو باید زیاد کنیم های انصاری. حالا یه سریان میان یه تیمی بود به حساب این مربی میاد تمام بازیکن‌ها رو جمع میکنه میگه آقا این شماره 11 ما فولوارد ماست همه به ایشون پاس بدید ایشون به حریف خوب گل میزنه به ایشون پاس بدید. آقا وسط بازی همه بازیکن‌ها به این پاس میدادن ولی این جو تماشاچی گرفته بودش رو به دروازه خودی همیشه حمله میکرد و به خودی میخواست گل بزنه که مربی همش داد میزد آقا جلوی اینو بگیرید یعنی فاجعه به پاس کنه. حالا امثال آقا شریفی هم حالا لطف خداست اونا هم حالا فعلا دارن گل به خودی میزنن. ما خدا رو شکر میکنیم که توی تیم شماییم و پشت دروازه توپا رو جمع میکنیم و خیلی هم ممنونیم. زنده باشید. زنده باشید. من شب بخیر میگم ان شاءالله سلامت باشید. سلامت باشید. خدا نگهدارتون. خدا نگهدار شما.
ها